بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. وَيُكَذِّبُوكَ اگر نسبت دروغ با تو میکنه پیغمبر علیه السلام، پس فصبر، صبر بکو. این جزا محذوفه، صبر بکو، مایوس نشوی. چرا؟ فقط کذب الذین، یقینا نسبت دروغ کرده بود و کسانی که من قبل این پیش از جا بودن انبیاء علیهم السلام دیگر هم. جاءتهم رسولهم، آمده بود انبیاء علیهم السلامشان بالبینات، به معجزات واضح یا احکام واضح که اگر سری از عمل میکردن در مرتبه سعادت و کامیابی می رسیدن. و بالزبور، آمده بود الله تبارک و تعالی انبیاء علیهم السلام روان کرده بود و انبیاء آمده بودن بالزبور و صحیفه ها یا به سخنانی که مطلق وعظ و نصیحت دو بود. و بالکتاب المنیر، آمده بودن پیغمبر به کتاب ها منیر که خیلی روشن کننده بود دلایل چی را؟ نبوتشانه یا دعوتشانه. یا مراد از کتاب منیر کتاب هایی که مشتمل به تمام قوانین اجتماعی فردی و تمام احکام بودن، یعنی دستورات مختلف داشتن. هر نوع دلایل در او کتاب ها موجود بود، او را برشان داده بودم و هم تکذیب کردن. از همون خاطر در آیت دلداری و چیست دلگرمی به همه او کسایی است که در راه حق روان است، دعوت حق میده. قرآن بر ما میگه شما دل سرد نشوی، مایوس نشوی. چرا؟ انبیاء علیهم السلام در طول تاریخ که آمده مخالفین در مقابلش قیام کرده، مبارزه شروع شده. خو انبیاء نگذاشته مبارزه خدا و ادامه داده. شما هم اینطور ادامه بده، خو لیکن انجام کار باز معلوم است. البته انبیاء علیهم السلام که آمده اینطور نبوده که دعوای خشک کرده باشه، سند و دلیل داشته. هر رهرو حق باید سند داشته باشه، دلیل داشته باشه. در هر موضوعی که کسی را دعوت میدی باید سند و دلیلش داشته باشی. باز سری جهان رای نزن که دلیل داشتی، باز دیگه که مخلوق باشه، کل مردم یک طرف باشه، فقط دلیل قطعی تو باشه، باز دیگه غمش نکن. بیا انتقاد کو، اینی کار غلط. بیا در مذاکره کتاب الله و سنت رسول الله میشینیم که تو راست میگی و ما راست میگیم، کدامش است؟ بس بگو. خو این هم یاد داشته باشه که انجام کار و عاقبت کار کامیابی امی دعوتگر از قرآن میگه. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ثم اخذت الذين كفروا، بعد از او گرفتم به عذاب خود و کسانی را کفرو که انکار کردن از دعوت انبیاء علیهم السلام، با ارائه دلایل برای از دعوت پیش کردن. این مردم انکار کردن، دلیل برات میاره باز انکار میکنی، الله گرفتشان به عذاب. فکیف کان نکیر، چه قسم بود ای مجازاتی ما، چطور جزا دادم شد. یا کسی را که صحنه را دیده باشه و از او سوال میکنی که چه رقم بود، بسیار سخت مجازات بود. یک دم هلاک شدن بود با سنگای آسمانی، با چیسته صاعقه، با فرو رفتن زمین، با غرق شدن در دریاها، از بین بردن بادها، کلی از یا غرق شدن. این انجام امی مردم مخالف است. از همون خاطر دعوتگر باید بدانه که هر کسی مخالفت تو را میکنه خیر است. چند روزی تو رام فکر نکو که کسی نپذیرفت الله او را از بین ببره. نه، موقع میده تو را آزار بده، توم در درجات خود تا حد برسی، در کوره امتحان الله خب پخته شوی که واقعا تو مبارزه میکنی یا نه که ترک میکنی.
ولیکن ایره بدانی که آخر کار تو کامیاب است. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. الم تر ان الله انزل من السماء، صحنه جدیدی عالم مخلوقات الله برای ما پیش میکنه. بله، آنقدر دلیل مقنع، الله اکبر، که اگر ما یقینا یک کمی بیاندیشیم باز دیگه جرأت نداریم که سری تعظیم به دیگری بگذاریم با جز از الله. باز دیگه برای ما حق نمیده وجدان ما که ما سجده به غیر الله بکنیم یا عبادت به غیر الله بکنیم یا به کسی دیگری حاجت خدا پیش بکنیم. این نمود دلایلی است که بالکل مشاهده میشه و تو به چشم سر میبینی. دیگه چطور است؟ آیات ها برای ما الله را از راه دیگه معرفی میکنه خدا که چه رقم الله را بشناسیم. الم تر، تو نمیبینی مخاطب، ان الله یقینا الله تبارک و تعالی انزل من السماء، فرو فرستاده میفرسته، من السماء از آسمان ما آب فرستاده، فاخرجنا الله میگه ما کشیدیم بی توسط آب ثمرات میوه ها را مختلفا الوانها که مختلف است رنگایشان. انسان اگر دقیق شود بس درک میکنه آبی بیرنگ است، یک آبی بیرنگ است در یک زمین آمده، ولی زمین میبینی لاله ها، بگوی گل ها، گیاه ها، میوه ها رنگ از او میبراید. امی رنگا را کی میده؟ امی رنگا را توسط یک آب بیرنگ کی میده؟ در یک میوه، در یک سیب ببینی چند رنگ یک جا شده، در یک انار ببینی چند رنگ یک جا شده. این ترتیب و تنظیم میوه ها و گل ها. گل میبینی چه رقم گل است، برگا سفید، در بینش سرخی، باز در بین یک کمی سیاهی. امی یک دفعه یک برگ گل مشاهده بکو چندین رنگ است. این کی میده؟ آب خو یک آب است، زمین یک زمین است، یک رقم شوره و پاروی گپا خورده. چرا؟ چطور انسان عاقل نباشه الله خدا نشناسه؟ چرا؟ میوه ها را اگر بگیریم کلش این مختلف الوانه هاست، یا است که مختلف الوانه ها، یه مختلف است رنگایشان، خواصشان، طعم و مزهشان، ساختمانشان، یکی کلان است، یکی خرد است، یکی به یک شکل است، دیگهش به دیگه شکل است. میوه ها را ببین، زردالو کدام شکل داره، لیکن مقابل انجیر چی شکل داره، انار چی شکل داره، انگور چی شکل داره، هر کدامش علیحده. آلوچه چی شکل داره، توت چی شکل داره، با کدام سیستم الله او را پیدا کرده. ببینید یک بر یکی نظر میکنید چقدر خطکشی ها دو است، رگا دو است که آب این در هر گوشه برگ میرسه. ببین در این قدرت الله تبارک و تعالی نظر بکن. آیا غیر از الله کسی دیگری را کرده میتونه؟ کلا قطعا نه. الله را نمیشناسی. چرا نمیشناسی الله را؟ روزمره تو خود مشاهده میکنی از یک آب. بله تو انسان هم همینطور است، یک آب است، یک آب است پشتی سر بر ما میاد، ولی تو را چه قسم چی میکنه؟ رنگا میده. و من الجبال جدد بیض، و گردانیده الله میگه ما پیدا کردیم من الجبال از کوها، جدد پشتها یا راها، بیض سفید و حمر سرخ مختلفون الوانها که مختلف است رنگایشان، و غرابیب و سود و دیگه کوهایی است که خالص سیاه هستند. این دو معنا داره، یا پشتها و کوها. الله تبارک و تعالی کوها را با مثل یک خط واره انداخته در روی زمین که راهها توسط شناخته میشه کدام طرف بریم. رنگای کوها را الله تبارک و تعالی متنوع کرده. از یک طرف زیبایی روی زمین الله سرش چی کرده؟ برقرار ساخته. از طرف دیگه نشانه است، آدم راه را گم نمیکنه. از کدام دره میرویم؟ این دره چی نشانه داره که ما از زمین را میریم؟ امی سالنگ است. اینمی قسم است. الله تبارک و تعالی وضعیت خاصی به هر کوه به هر دره داده که مشتبه نمیشه. اگر کوها یک رنگ می بود، دره ها یک نظم می داشت، به خاطر پیدا کردن یا انتقال از یک نقطه در نقطه دیگه دوچار سردرگمی زیاد میشد مردم. مثل که در کابل بیایی در کوچه یک قسم تعمیرات جور شده باشد، 2 دفعه 10 دفعه هم در اونجا بری بازم خطا میکنی، پیدا نمیکنی. ولی الله تبارک و تعالی در روی زمین این کوها را متنوع پیدا کرده، رنگای مختلف داده. یا مراد از جدد راههایی که در سر کوه هست،
او را الله تبارک و تعالی مختلف پیدا کرده. چرا کوها رنگای مختلف داره، راهها قطع شناخته میشه. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. و من الناس بعضی از مردم و الدواب از چارپایا و الانعام و من الناس از انسانا و الدواب از چارپایا و الانعام و الدواب جنبندا و الانعام چارپایا مختلف الوانه رنگایشان مختلف است. کذالک مطلب خوینی رقم است، مطلب و مقصد خوینی رقم است. الله میگه ما پیدا کردیم از انسانها و جنبنده ها و چارپایا مختلفا الوانه رنگش هر کدامش علایده مختلف است. از یک پدر و مادر پیدا شدیم آدم و حوا علیهم السلام، اما در این نسل آدم علیه السلام مردمایی است که یک تیکه سیاه از پوستش، سودان بیبی، افریقا بیبی که تنها دندان سفید میزنه دیگه چیز دیده نمیشه، اما مردم دیگه است که یک تیکه سفید است، مردم دیگه است که گندم رنگ است، مردم دیگه است که زرد رنگ است. الله از یک منشأ چطوری قدر رنگای متنوع را پیدا میکنه؟ او را چی میکنی؟ باز در این رنگا از یک مادر دو دانه دوگانی که پیدا میشه که در یک وقت نطفهش تبدیل به اینمی جنین شده، یک قسم غذا خورده، در یک رحم بوده و بعد از این در دنیا میاد رنگاش متنوع است. یکیش رنگش سفید میباشه، دیگه سیاه، شکلای متنوع است. انسان یک نمیاندیشه با این قدرت بزرگ و عظیم الله، این خود به خود همونطور گیاوار پیدا نشده، هستی در پشت سر ازی کار میکرد در تحت علم و قدرت الله تبارک و تعالی که تو چطور ذاتی است. آیا تو نمیشناسی الله را؟ بازم ذاتی که اینقدر کارا را میکنه، حاجت تو را پوره کرده نمیتونه، مشکل تو را پوره کرده نمیتونه، بچه تو را زنده نگاه کرده نمیتونه که تو به دیگران رو میاری؟ چقدر صراحتا بطلان نعوذ بالله مخلوق پرستی در این آیات ها برای ما دیده میشه که مخلوقی کارا را نمیتونه. کذالک مطلب خیلی رقم است. انما یخشى الله، بله خود درسکی میگیره انما یخشى الله، یقینا میترسه از الله، من عبادی از جمله بندگانش، العلماء علما. ان الله عزیز غفور، یقینا الله تبارک و تعالی عزیز است، ذات زبردست است. عزت الله، عزیز بودن الله سرچشمه چی است؟ خوف و خشیت است که از الله باید بترسی. غفورون، مهربان ذات است. غفور بودن الله سرچشمه رجا و امیدیت است، امیدیت برش پیدا میشه. قرآن کریم در اونجا در این آیت دو درس برای ما میده. یکی تعریف علما را میکنه، علما به اصطلاح قرآن کی را میگه. دوم امتیاز علما را بیان میکنه که عالم کی است او چی امتیازی داره. امتیازش الله گفت که انما یخشى الله، یقینا میترسه از الله تبارک و تعالی. خشیت چی را میگه؟ ترسی که از عظمت و بزرگی الله در قلبت پیدا شده باشه. عالم چون صفات الله را علم داره، از او خاطر عظمت و بزرگی الله در قلب ازی جا میگیره، از او خشیت پیدا میشه، از او ترس پیدا میشه. چرا خشیت مطلقی ترس نمیگه، ترسی که از عظمت و بزرگی الله که در قلب پیدا شده از او پیدا شوه، اینی را خشیت میگه. و این را واقعا کسی که عالم به صفات الله است اونمو مردم میدانه. این مرتبه عزیزته. جنت هم برای کسی است که خشیت الله را داشته باشه. خب لیکن اینجا علما را کی تعریف میکنه؟ دو تعریف. اول سفیان ثوری رحمت الله علیه که از جمله محدثین بزرگ است، او میفرماید علما سه قسم است. چند قسم؟ سه قسم علما داریم. یکی عالم بالله و بامر الله، یکی علما است که سریع الله علم داره، صفات الله را میشناسه، در ذات الله خوب تحقیق داره، صفات الله را میشناسه و احکام الله، فرمودات الله را میشناسه که مسائل فقهی است، نماز، روزه، زکات، حج، مسائلی که مربوطش است مکمل معلومات داره. دوم قسم علمایی است که عالم بالله هست، خب فقط به امر الله علم نداره، الله را میشناسه، صفاتش را میشناسه، خب احکام الله را نمیشناسه، عمل به احکام نمیکنه، عقیده را جور کرده، خب لیکن دیگه
دیگه این طرف در عمل چیزی دیده نمیشه. سوم قسم اونمو کسی است که عالم به امر الله فقط است، عالم بالله نیست. احکام فقهی را خوب میشناسه، خود مورد عقیده به الله بگوی هیچ چیزی رم یاد نداره، الله رحم بکنه. کامیاب عالم کسی است که بالله و به امر الله باشه، هم عقیده درست باشه و هم سری عمل معلومات کافی داشته باشه، اینو عالمی واقعی است. کسایی که تنها مسئله فقه را درس میگه لیکن وقتی که از پیشش سوال میکنی که الله کجاست میگه در هر جاست، این عالم نیست. چرا که قرآن نمیفهمه که الله تبارک و تعالی سر عرش است، این قدر یاد نداره. اگر برش میگی که خود کلام الله مخلوق است یا غیر مخلوق، میگه نه، این قرآن کریم کلام الله غیر مخلوق است، اینطور میگه. یا عالم به الله نشد، یا عالم به الله هستن، خب الله را میشناسه، عقیده خب صحیح، اما در عمل چیزی دیده نمیشه، یا عالم نیسته. این تقسیم سفیان ثوری رحمت الله علیه خب تقسیم است. واقعا علما می سه طایفه می باشه، لیکن تعریفی که قرآن کریم از علما میکنه او تعریف علیده است. تعریفی که از علما قرآن میکنه میگه انما یخشى الله، عالم کسی است که سر وجودش خشیت الله تبارک و تعالی او را فرا گرفته باشه، او را فرا گرفت، احساس مسئولیتی خدا میکنه که ما مسئولیت دارم در بارگاه الله و از همه کرده پابند به این مسئولیت، ادای مسئولیت خود است، اون وقتی عالم است. عالم به اصطلاح قرآن کریم که یکی خود تقوا وجودش فرا گرفته، خشیت الله وجودش فرا گرفته. دوم احساس ادای مسئولیت خدا میکنه، میفهمه که من مسئول هستم، باید ادای مسئولیت خدا بکنم و از دیگران که در پیش است در ادای مسئولیت پابند است، هیچ لحظه مسئولیت خدا اموطور فراموش نمیکنه. اینی عالم به اصطلاح قرآن کریم است که قرآن برای ما معرفی میکنه. این تعریف علمای ما عالی از ما گرفته تا دیگران را بگیری، همین تعریف که امرای سریکی صادق میشه، الله سر ما رحم بکنه. خشیت الله خود وجود ما ایج نیست. چرا الله را نمیشناسیم؟ که نمیشناسیم خشیت الله که در قلب آدم پیدا میشه. عمل کردی ما نمایندگی خشیت ما را میکنه که ما خشیت داریم یا نداریم. واقعا ترس از الله داریم یا نه؟ اگر ترس از الله داشته باشیم مسئولیت خدا میشناسیم که ما چی انجام بدیم. ما دایی همین قدر عمره که ما درس خواندیم، برای چی خواندیم و چی باید به مردم بگویم. درس به این خاطر خواندیم که فقط زندگی آرام، یعنی دستی ما در آبی سرد و یخ نروه، ما دیگران مردم ها واره در یخ استاد نشویم که کچالو اینی قدر چیستا گلپی اینی قدر صدا کنیم. با می خاطر، صرف به این خاطر است که اونجا امام شو فقط 5 وقت نماز پیش شو، خو نماز هم به طریق پیغمبر به مردم نده، او کلی عمری تا تیر که آخر که مقتدیات 20 سال در مسجد هم تیر کرده سلام میگردانه، تو میگی که نو مسلمان میشه، میگه لا اله الا الله محمد رسول الله. این عالم ادعا میتونه که من عالم هستم؟ این عالم بگویه مقتدیش در حالت شرک میموره، در جان کندن آواز به سخی صاحب میکنه، این عالم هم خدا میگه که من عالم هستم؟ بگویه. این عالم یک سنت رسول الله را زنده کرده نمیتونه که این طریقه پیغمبر است و من این را انجام دادن نمیتونم، یا عالم است یا میگه که من مسئول هستم. پابند است، به وظیفه خود پابند است، با آن چیزی که مسئولیتش است پابند است. آیا کدام درس قرآنی به مردم خود داره؟ آیا درس حدیث به مردم خود داره؟ آیا سیرت یک روز در 12 ربیع الاول بیان میکنه یا هر روز بعد از یک نماز سیرت پیغمبر میگه؟ کدامش است؟ آیا در مورد اطفال مردم مسئولیت ادا کرده؟ طفل آدم که آمده 4 زمستان از لفظر آب یا پیشبو آب و تیر نشده، کدامش کرده؟ چه چیزا کرده؟ بگوی. مردم چی را یاد گرفت و چه قسم عبادت الله را انجام داد؟ چه قسم عبادت الله را انجام داد؟ این علما خدا علما بگویه، قرآن خو میگه نیست. از امو خاطر به اصطلاح قرآن کریم علما کسی را نمیگه که سینه خدا پر کنه از چند دانه فرمولای علمی جهانی، سینه خدا پر کنه از چند دانه قوانین صرف و نحو چیستا از حکمت و منطق. عالم کسی را نمیگه که در مدرسه زندگی میکنه، عالم کسی را نمیگه که در کتابخانه زندگی میکنه، در پوهنتون زندگی میکنه. عالم کسی را میگه که وجودش مکمل تقواست، عمل کردش نمایندگی تقوایش میکنه.
مسئولیت خدا میشناسه و ادای مسئولیت میکنه، اونو عالم است به اصطلاح قرآن کریم. این حالی تعریف شما بگیره مگرم عنقاش و اگری تعریف به تعریف عالم پیدا کنه. خود دعوام نکنه که ان العلماء ورثه الانبیاء، علما ورثه. تاسف است شما باور به الله بکنی وقتی که آدم از مدرسه فارغ میشه. من نمیفهمیدم، من که از مدرسه فارغ شده بودم، بله یک چند کتاب میفهمیدم، حتی در دوران طالبی تدریس میکردم، شاگردا دنبال مرا میگرفت، یک کتابی ما 100 نفر مینشست. من فکر میکردم عالم هستم دیگه. ولی وقتی که آمدم مطالعه را شروع کردم، کتابا را در حدیث در تفسیر، اونجا گفتم که افسوس، سخت شیطان تو را فریب داده بود، خود تو عالم نبودی. تو عالم نبودی. تو یک دفعه داخل شو که علم چی را میگه. شما باور به الله بکنی علمای ما اینمی رقم فریب خورده، از مدرسه فارغ میشه، کتابای منطق مثل کامپیوتر وارد اینمی ذهن خود انداخته، خود تنها از پیش سوال بکنه، بگو دعایی که در حدیث صحیح برای نان خوردن آمده امیر بگو، اگر گفت من دست خود قطع میکنم. امی که فارغ میشن، تو در کل عمر تعالی را نان هر روز میخوری، دعای صحیحش یاد نداری، تو چطور خدا عالم میگیری؟ دیگه گپا را خو بگذاری. شما یک دفعه می دعاهایی که خودتان میخونید دمی اذکار امیر از مولا پرسان کنید، بگو دعای قومت چطور است، جلسه چطور است، از سجده کدام است، کدامش خوانده شود، چی رقم دعاست، که جواب براتون گفته میتونه. هانی یا خوش بایسته که من قانون زرادی و زنجانی از کتابای صرف یاد دارم، فلان قانون نحو را یاد دارم، بس دیگه عالم هستم. من خو منطق خواندم عالم هستم. من خو فلان. عالم ایره نمیگه، عالم بیا که قرآن تعریف میکنه. عمل کردی تو را ببین، عالم هستی. چه رقم عالم هستی؟ تو خو عالم اینا پشت سر یک کمی قرآن کریم هم تعریفش میکنه، پشت سرم میگه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله، يقينا کسانی که میخوانم کتاب الله را. اینجا مطلق تلاوت نیست، بلکه تلاوت که توأم با تفکر و اندیشه باشه، در قلبت فکر پیدا شود، تدبر پیدا شود، او فکر و اندیشه که او سرچشمه عمل باشه که تو باز عمل سرش بکنی، اونو تلاوت است. و اقام الصلاة، چرا؟ اگر تلاوت قرآن با تأمل و تدبر کردی و بعد از اوی تأمل تو منجر به عمل شد، در زندگی خود امی حکم قرآن عملی کردی، اینجا معلوم میشه که تو واقعا حق قرآن ادا کردی. و اقام الصلاة، این نمایندگی است. زمانی که تأمل کردی در تلاوت قرآن کریم، رابطه تو با الله تبارک و تعالی پیدا میشه که الله چی عظیم نعمتا برام داده، عالی دستی رابطه خدا با نماز با الله قائم میکنی. و اقام الصلاة و انفقوا مما رزقناهم، رابطه تا با مخلوق الله قائم میکنی، خرج میکنه از بعضی آن چیزی که رزقناهم ما برشان روزی دادیم، مصرف میکنه. عالم هستی، قرآن میدانی، مصرف کو، بوجی را پر کردی. من تو را چی کنم که 20 سال تیر که در پانتون ازهر یا در پانتون مدینه یا در ام القرى، هرگاه که تو را دیدم که خاص به خاطر رضای الله در مسجد خود یا در یک مسجد دیگه اعلانت نوشته شد که خاص به خاطر رضای الله رایگان درس حدیث از فلان ساعت تا فلان ساعت، درس سیرت از فلان ساعت تا فلان ساعت، درس تفسیر از فلان ساعت تا اونو وقت باز ما تو را عالم میگم. اگر نه که در شهادتنامه را از امو پانتونای بزرگ گرفته یک لحظه آرام نیسته و در هر پانتون شخصی پیشنهادی تا داده او شوی تام نارام است، خود صرف به خاطر پیدا کردن پول. باز تو چطور عالم هستی؟ بگو. ما گله داریم اگر ما استادای ورزیده الله ترس داشته باشیم در پانتونا، یک شاگرد چی رقم جور میشه؟ یک شاگرد 1 سال قطمه باشه، مضمون سرش داشته باشم، سری شاگرد مضمون داشته باشه، شاگرد جور نشود. شاگرد باید در 1 سالی طور شود که از ما قدم تیز باشه در تمام امور، هم در عمل، هم در اخلاق، هم در عقیده. چطور استاد هستی که سال تیر میکنی در پانتون و چی میکنی؟ بازم نمیتونی که یک شاگرد اصلاح بکنی. خود چیست؟
که حرکت به خاطر رضای چی؟ الله تبارک و تعالی نیست، برکت نداره. چرا تو به خاطر رضای الله حرکت نکرده ای؟ از او خاطر هیچ تأثیری نداره. نه، تو مسئولیت داری. ما از مامورین گله داریم رشوت میخوره. انجینر، مامور، دکتر کلش از دست تو استاد برآمده. شاگرد تو استاد است. اگر استاد تقوا داشت، اگر استاد در قلب همین شاگرد خشیت الله را انداخت، ولو که در هر نقطه چوکی خود برسه نخواد که رشوت خورد، اگر از وظیفه معزل شود، الحمدلله. اینطور جوانا پیش ما آمده که وظیفه برش در دفتری پیدا شده، دفتر در مؤسسه $500 $600 $1000، لیکن خیرت از چرا وظیفه را اعلام کردی؟ و کاروبار رشوت میکردن، پروسه های خود توسط رشوت پیش میبردن، از او خاطر کار ترک کردن. حالی خود شرکت است یا مثلا مؤسسه است، او رشوت میده، تو خود نمیدی، خو احساس برش پیدا شد. ما چطور؟ معاونت خو است، همکاری خو است، آلودگی خو است. اونو طور مردم قرآن که کسی بخونه باز اون طور جرم میشه. بازگاه یک مظلوم بیچاره را به خاطر یک کارش صدها روز سرگردان نمیکنه، مثل که در دفتر است. چیست؟ عقیده وجود نداره، عقیده به آخرت وجود نداره که بدانن که الله قطعا محاسبه میکنه. و مما وانفق مما رزقناهم، خرج میکنه از آن چیزی که ما روزی دادیم، سرا و علانیتا، پنهان و آشکارا. پنهان چرا میکنه؟ به خاطری که نشانه اخلاص است، یعنی کاری ما، عملی ما به خاطر الله تبارک و تعالی است. و علانیتا، گاهی آشکارا میکنه برای تشویق دیگرا که دیگرا ببینه و پند بگیره. یرجون تجارتا، این مردم امید تجارت داره، یرجون امید دارن تجارتا، از اینطور تجارت لن تبور که هرگز خسارت نمیکنه، هیچ نقصان نداره، کاسد نمیشه، بیرونق نمیشه امی تجارتشان. قرآن کریم بارها تشبیه دنیا را به یک میدان تجارتی داده. ما مومنان و بندگان خود الله تبارک و تعالی تاجرا معرفی کرده و خود الله تبارک و تعالی مشتری است. متاع یا اسبابی که خریده میشه چیست؟ عمل است، عملی ما و شماست، کرداری ما و شماست. قیمت چیست؟ جنت و رحمت الله تبارک و تعالی. چی میدان تجارت؟ کدام میدان تجارت که سرمایه را مکمل الله برات داده، اگر علم است، اگر مال است، اگر قوت است، اگر نفوذ اجتماعی است، اگر مرتبه است، کلش الله برات داده. و باز الله تبارک و تعالی خود از تو طلب داره. چقدر طلب داره؟ فایده چقدر است؟ یک عمل موقت محدود در یک وقت خاص کم، ولی قیمت چقدر؟ که هیچ اندازه نمیشه. شما بگویید که از این کده بدبخت انسان کی باشه که اینطور تجارت، از اینطور تجارت فایده بالا نکنه، از این سرمایه خود فایده بالا نکنه. این سرمایه که الله برش داده. عالم تو را الله سرمایه داده، علم برات داده، بعد سرمایه را الا برباد نسازی، به خوای خود برباد نسازی. ما گاهی براتون میگم نه، مولا صاحب که کس نیست که درس گیگا پا باشه، خود دیگه وظیفه هم نداره، صبحی که چای خود به نوبت خورد خو میکنه، که بیدار میشه که 7 بجه است، که بیدار میشه که 9 بجه است، که بیدار میشه هیچ دیگه هم روز بالا نمیشه. چرا؟ تو کار بکو، یک لحظه بیکار نمیشی. ما یقین بکو علی الحمدلله رسیده نمیتونیم، در جاهایی که از ما تقاضا میشه رسیدگی نداریم، نمیتونیم که رسیدگی بتونیم. چرا خواب باشه؟ باید از همین ذخیره استفاده بکنی. تجارت است، الله برات علم داده، از استفاده بکن. بگو به مردم مال برات داده الله، در این میدان تجارت استفاده بکن. بگی این مالی تا در جای مصرف بکن که پشت سرت چیزی باقی بمانه. بیا قوت و نفوذ اجتماعی داری. امروز تو وزیر اوقاف هستی، دستی اول لمبر بیبی که در کجا نیاز مسجد است. وظیفه حج و اوقاف اطلاعات و فرهنگ پیش میبره. اطلاعات و فرهنگ به نام احیای آثار باستانی سری قبرا گنبدها را جور کرده رایست. مردم نیاز به مسجد عبادتگاه ها داره، این ساخته نمیشه، به این آثار باستانی نیاز دارن، او را ساخته رایست. اینه مراکز چی؟ بگوی که نعوذ بالله شرک زیاد شود، که مردم اونجا بره سجده ها بکنه، نظرها بکنه، محل اختلاط مرد و زن باشه. ندیدی؟ جایی که به نام زیارت است دمی وطن ما، راستی تا نبگوی محل چیسته؟ دین روز چهارشنبه میرفتی در باقی بالا
کی اونجا میره. بچه فاسق دختر، البته کلگی را نمیگم، اکثریت بچهای فاسق دخترای فاسق. برای چی رفته؟ برای دیدن، برای ملاقات کردن، برای صحبت کردن. وعدهشان در کجاست؟ بگوی شاید شمشیره، وعدهشان در کجاست؟ در شهدای صالحین. امو بزرگای دینی که برای محو مزخرفات آمده بودیم روز، قبرایشان چی جور شده؟ نعوذ بالله، مرکزای ای فسادا. چرا؟ کجاست ای آمرین، ای بزرگا نظرای غیر الله را جمع کرده رایسته، در سری قبر پیسه انداخته میشه. این نظر چیست؟ غیر الله. او این مردم جمع کرده رایست از او استفاده میکنه. در کدام کتاب؟ قرآن قبول داره؟ کتاب قرآن خوره نظر غیر الله میگه حرام است. مسلم میتته واره، دم واره، خنزیر واره، گوشت خنزیر واره. چرا؟ مسلمانی خود تنها به زبان نمیشه که یک آدم بگه لا اله الا الله محمد رسول الله. مسلمانی از تو تقاضای عمل داره، حرکت داره، تطبیق قانون قرآن داره در وجودی تو، که تو میکنی یا نمیکنی. بسم الله الرحمن الرحیم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. لیوفیهم اجورهم، محصول اینمی تجارت چی میشه؟ لیوفیهم که پورا بده به اینطور مردم اجورهم، پاداشایشان الله تبارک و تعالی. یکی خو اجری است که الله وعده کرده، خو لیکن الله به این اکتفا نمیکنه. کسی که واقعا به پای اخلاص و صداقت مندی به خاطر ادای مسئولیت واقعا تجارت درست میکنه در این دنیا، الله میگه نه تنها که اجر داده میشه، بلکه و یزیدهم من فضلی، و یزیدهم زیاد میده الله به این طور مردمان من فضلی از احسان خود. چقدر میده الله دیگه بیان نکرده، به الله معلوم. تو قدم به اخلاص بگذار، باز بیبی نه تنها که اجرتی تا بگی، بلکه الله از احسان خود دیگه برد میده، او بالکل میده. یقین است که الله میده. انه یقینا الله غفور، بخشاینده تمام گناه است، غفور است. شکور، غفوری مانا که کدام خطا، کوتاهی، قصور است پیشید شده او را الله محو میکنه. شکور، هر عمل کم یا زیادی که تو نیک انجام داده ای او را الله تشکری میکنه. چی مانا؟ سپاسی و عملی تو را داره، او را ضایع نمیکنه. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. والذي اوحینا الیک من الكتاب، صداقت قرآن بیان میکنه و تصدیق نبوت پیغمبر علیه السلام الله بیان میکنه. چرا سورتای مکی معالجه اینمی مسائل عقاید میکنه. والذی، همو کتابی که اوحینا الیک ما وحی کردیم به سوی پیغمبر علیه السلام، من الكتاب، از کتاب که قرآن کریم است، هو الحق، اینمی حق است. حق چی را میگه؟ موافق واقعیت است. آن چیزی که واقعیت است بالکل قرآن است. چرا؟ برنامه قرآن کریم سازنده است، مکمل برای سعادت بشر است، به چشم سر دیده میشه. احکام قرآن کریم مطابق فطرت و عقل است، هیچ نوع مخالفت نداره. کلمات قرآن کریم آنقدر زیبا، جذاب، دلکش، موزون، متناسب است، کسی به سرش انتقاد کرده نمیتونه. بله، امی کتاب است هو الحق، بیان عقیده را طوری میکنه که هر وجدان سلیم را بالکل میپذیره، دیگه طرف نمیره. از همون خاطر که یک دفعه در قرآن نشست باز موحد است. باز اگر مردم 1000 وابی برش بگویه باز در کسیش نیست. میگه من عقیده قرآن یاد گرفتم، عقیده که حق است. قرآن ای را میگه حق است. حق چی را میگه؟ موافق تمامی مصلحت هاست. هر قدر مصلحت و رازی که است قرآن موافق از اوست. در دنیا
یک حکم قرآن خلاف پیدا کرده نمیتونه خلاف مصلحت. مصدقا لما بین یدیه، تصدیق کننده است برای او مضامین اصولی و عقیدوی بین یدیه که پیش از قرآن در دیگه کتابا تیر شده. چرا کل کتابا بیان عقیده توحید الله را کرده، هر پیغمبر او قرآن امو عقیده را تایید میکنه، تصدیق میکنه. یک ترجمه. دوم، مصدقا موافق است لما برای او نشانه ها بین یدیه که در کتابای دیگه در مورد قرآن ذکر شده، امو نشانه ها مکمل در این کتاب یافته میشه. ان الله، یقینا الله بعباده، به بنده های خود لخبیر، خب خبردار است. مصلحت های بنده های خودم میدانه، از امو خاطر کتابی را روان میکنه که کلی مصلحت ها در او گفته شده باشه. بصیر، خب میبینه حالات مردمه که چی چیز نیاز داره، از او خاطر قرآن برشان روان کرده. یک توجیه. دوم، ان الله، یقینا الله بعباده، به بنده های خود لخبیر، خب خبردار است که کی قرآن میپذیره، بصیر، بیناست که نمیپذیره. عالی معلوم میشه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ثم اورثنا الكتاب، ما بعد از او دادیم این کتاب وارث گردانیدیم از این کتاب الذین، امو مردم را اصطفینا که ما برگزیدیم، یعنی توفیق دادیم به قبولیت اسلام، من عبادنا، از جمله بنده های خود. خلیکنی مردم چی شد؟ فمنهم بعضی از یا ظالمون لنفسه، کسانی است که ظالم است بالای نفس خود، یعنی مبتلا به گناه است. و منهم بعضی از یا مقتصدون، و درمیانه است که نه غرق گناه زیاد است و نه چیسته، خب عمل درست زیاد داره. خب نه غرق گناه و نه چیسته، ولی بزرگ هستند، مخلص هستند، درمیانه. و منهم بعضی از یا سابقون، پیش دستی کننده است، سبقت جوینده است، بالخیرات، در کارهای موافق شرع، باذن الله، به حکم الله و توفیق الله. در آیت الله تبارک و تعالی بیان مرتبه بزرگی امت میکنه. یکی و بزرگترین نعمت از بخششای خود که برای امت داده او را یادآور میشه. از اون خاطر خوشخبری بزرگ به ما و شما است. الله از این خوشخبری ما و شما را مستفید بسازه. الله تبارک و تعالی میگه ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفینا، ما باز وارث گردانیدیم از همین کتابی که اینمی طور حق بود، کسانی را که وارا ما برگزیدیم در جمله بنده های خود. معلوم شد امتی برگزیده است، به نزد الله قدر و قیمت خیلی بالا داره. از همون خاطر وارثی کتاب امی امت قرار داد. بزرگترین نعمت برای انسانیت قرآن کریم است که الله تبارک و تعالی این نعمت بزرگ برش نصیب کرده. یعنی الله لطف خاص کرده که کتاب برشان بگه نصیب کرده. لیکن این مرتبه و این امتیاز توأم یا همراه با مسئولیت است که مسئولیت آدم ادا بکنه. در مورد قرآن کریم، قرآن کریم خب پیام بزرگ بود، واقعا که در دستت بگیری جهان قطش اصلاح کرده میتونی، ولی به شرطی که ما همینطور کار بکنیم. در صدر اول اسلام همینطور بود. هر صحابی که یک آیت برش رسید او را تا وقتی که در خود و در خانواده خود تطبیق نمیکرد، عمل نمیکرد، آیت دیگر را فرا نمیگرفت. صحابی میفرما که ما از 10 آیت قرآن کریم پیش نمی رفتیم تا وقتی که 10 آیت خوب میفهمیدیم، در خود تطبیق میکردیم، معنا و مقصدش میفهمیدیم، بعد از 10 آیت دیگر را فرا میگرفتیم. و الله تبارک و تعالی امو عزت نصیب امو مردم کرد که امروز جهان خود اعتراف داره به نظم از و به محبت از و به تمام امو کمالات امو جامعه. لیکن زمانی که مسلمانان کتاب الله را پشت سر انداختن، آل دیگه بیبی که حالت به کجا رسیده، مسئولیت ادا نکرد. قرآن کریم امی طایفه ها را 3 طایفه میکنه. فمنهم ظالم لنفسه، بعضی از یا مردم هست که ظالم است برای گناه خود، یعنی مبتلا به گناه هستند. و منهم بعضی از یا مقتصد است، نه غرق گناه ولی بزرگ هم نیست. و منهم سابق بالخیرات، لیکن بعضی از یا کسانی هستند که پیشرفتی میکنه، سبقت میکنه در کارهای خیر. 3 طایفه جور شدن. دیگه ترجمه
فمنهم بعضی از امی کسایی که الله میگه من برگزیدم از بندگان خود به دادن قرآن کریم، ظالم لنفسی، ظالم بالای نفس خود است، یعنی گناهایش خیلی زیاد گناهان او زیاد است. و منهم مقتصد، بعضی از که نه گناه و طاعتش با هم برابر است. و منهم سابق بالخیرات، بعضی از کسانی است که نیکی‌هایش خیلی زیاد است، گناه نداره. دیگه تشریح. فمنهم بعضی از ظالم لنفسه، کسانی است که ظلم بالای نفس خود کرده، دیگران را به گمراهی دعوت نداده، خلیکن دیگران را به گمراهی دعوت نداده. و منهم مقتصدون، بعضی کسانی هستند که خود گمراه شده، خود گمراه نشده، خود طاعت و نیکی خوبام نکرده. و منهم سابقون بالخیرات، دیگه مردمانی است که مردم دعوت داده به سوی قرآن، خودم پابند شده، دیگران هم دعوت داده. هر سه تشریح درست است. در مقابل قرآن کریم سه طایفه مردم جور شد. یکی مردم که ظالم لنفسهی شد، ظلم کرده، قرآن نادیده گرفته، طرف قرآن توجه نکرده. این مردم است که سری خود ظلم کرد. الله این نعمت برش داد و هیچ خبر نشد، آگاه نشد که قرآن چی میگه، چی پیام داره، لا اقل از این استفاده میکرد. اونو را میگه ظالم لنفسهی. امروز همیتور مردم ها ما داریم، قسم برش بده، بگو چند سال عمر شده، 70 سال برات میگه، بگو تو را به الله قسم یک روز در ترجمه قرآن در کدام جای نشسته؟ نه، جوابی نداره. که 70 سال برش بگوی که بعد از بلوغی تو چی کار کرده، گفت 60 سال میشه که من در منډه‌ای دکان دارم یا در شاری نو دکان دارم، صبح رفتم در 4 بجه 11 بجه شب آمده. خب قرآن در یادش نیست، برای کسب منفعت دنیا اینمی قدر عاشق بود و میل داشت، رغبت داشت، خب قرآن در یادش نامد. اینطور آدم دعوا بکنه که من محبت با قرآن دارم، مردم ها را جمع کنه بگویه که قرآن بخوانی ختم دارم، شما بگوی قرآن با اینطور آدم چی معامله بکنه؟ کسی که سالا قرآن یاد نکرده، ننشسته در مجلسش، ظالم لنفسه است. و منهم مقتصدون، بعضی از مقتصد است، در میان است، اینطورم نکرده که مکمل طرف مادیات دنیا بره، و اینطورم نکرده که از قرآن بیخی فراموش کرده، رفته در بعضی مجالس قرآن شریک شده، خو خیلی کم. این کدام مردم است؟ کسایی که او را دیگه کس کش کرده، دگیر آمده. خیرت از کدام بیا که امروز در ترجمه قرآن ببرم تا، امو روز که آوردیش دیگر روز گم شد، باز دیگه خود دگیری توم نداده که تو بیاریشه. اینی را میگه مقتصد. دیگه و منهم سابقون بالخیرات، بعضی از کسایی هستند که در خیرات، در کارهای نیک سبقت جسته، هوش و گوشش، بله ضروریات دنیا را هم پوره میکنه. خب وقتی که در کار دنیا هم است، در دلش هم است که در مجلس قرآن باید میبودم. اونو را میگه سابقون بالخیرات. الله تبارک و تعالی در این دل و شما را شمار کنه که سابق بالخیرات باشیم. چرا قرآن کریم اینجا این طایفه را علامش سابق بالخیرات میگه؟ خیرات جمع خیر است. خیر هر امر مشروع از قرآن و حدیث میگه، چیزی که مشروع است و موجب ثواب است و خیر است. پس سابقون بالخیرات کسی میشه که در تمام کارهای نیک اول نمره باشی، از دیگه کس بعد پیش باشی. در جماعت اول نمبر، در مسجد اول نمبر، بگوی در صف اول نمبر، در جهاد اول نمبر، در انفاق بگوی اول نمبر، در مصرف توانایی و قوت اول نمبر، در دعوت اول نمبر، در اخلاق اول نمبر. الله تبارک و تعالی مومن اول نمبر میخواه. مومن اول نمبر. ما میتونیم اول نمبر شویم، نکنیم که محض فقط بیگارکش واری بیم در نماز استاد شویم. نه، باید نماز بخوانیم که اول نمبر باشیم، باید خدمت پدر و مادر بکنیم که اول نمبر باشیم، باید قطع همسایه خود روش بکنیم که اول نمبر باشیم، در تمام زندگی خود اول نمبر. اینی طور اول نمبر. قرآن کسی برش این نعمت فایده میرسانه که اول نمبر باشه. چرا؟ کسی که با قرآن تعلق داره اول نمبری را یاد داره، در هر کار، در انفاق، در همه گپا. ذالک هو الفضل الکبیر. اینمی اول نمبری، اینمی فضل بزرگ است بالای کسی که شوه که در تمام کارهای خیر اول نمبر شوه. الا ترجمه شروع شده، اول نمبر ما. الا با ترجمه پیسه جمع میشه، موتر گرفته میشه، اول نمبر ما. دستی مرا نوشته که الحمدلله
فضل الله تبارک و تعالی است. ما همینطور مردم داریم، از خواهرها و از برادرها همینطور مردم داریم. 2 ماه شروع ترجمه شروع میشه، وقت یک همشیره پول روان کرد که اول دهنده این گپ ما باید باشم. ماشاءالله این احساس برش پیدا شده که کسی دیگه از پیش ما اول نباشه. این اول نمره بگی میگه جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. جنات عدن يدخلونها، بر ازیا الله تبارک و تعالی میگه اینمی فضل کبیر است. فضل کبیر چیست؟ جنات عدن، برای تور مردما جنتای دائمی است. یدخلونها که داخل میشه به این جنتا، به این باغا. یحلون فیها که پوشانده میشه در اینمی جنت بر ازیا من اساور، از کره ها بگیم یا دیگه هم یک چیز برش میگه چوری. من اساور از کره یا چوری. دستوانه، از دستوانه ها من ذهب از طلا و لؤلؤا از مرواریدا برشان پوشانده میشه. مردم اونجا این گپا میپوشانه. اینجا اگر مردی گپا را بپوشه مردم سرش خنده میکنه. الله وضعیت جنت طوری کرده که اونجا این فرقان نمیشه. یکی یعنی زیورات مرد و زن میپوشه، یک یا ایست که مراد از طلا و طلا است که مناسب شان کیست؟ مرد است. الله برشان میپوشانه. و لباسهم فیها حریر، لباس از یاد در اونجا ابریشم است. این کدام ابریشم؟ بس ابریشم جنت است، همین قدر که در ذهن ما میآید، وگرنه مقایسه شده نمیتونه لباس جنت با دنیا. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقالوا الحمد لله الذي میگویند از دستی که زیاد مالامال به نعمتای الله شوه. الحمد لله، کل صفتای کمال برای کیست؟ الله است. در دنیا هم گفته بود، در آخرت هم میگه الذی، هم ذاتی که اذهب عنا الحزن، که از ما غم مکمل دور کرد. حالی نه غمی کاریدن است، نه بگوی آرد کردن، نه نوبت گرفتن، نه رفتن، نه آوردن، هیچ گپ نه. هر چیز که دمی خواهشت میگرده موجود است. این ربنا، یقینا پروردگار ما، لغفور، بسیار مهربان ذات است که خللا، نقصانات، تقصیرات ما را معاف کرد. شکور، بسیار پاسدار است الله تبارک و تعالی که پاسداری اعمال ما را کرده، قدر اعمال ما را کرده الله تبارک و تعالی که طور نعمت را در عوض داده. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الذي أحلنا، او ذاتی که ما را فرود آورده دار المقامت، در سرای چه؟ سرای امامت. مقامت اینجا در سرای امامت، در سرای زندگی. خب دار المقامت اشاره به این میکنه، اشاره به این میکنه که اینجا اصلا قبر دار اقامت نیست. دار اقامت اونجاست که جای به جای است دیگه انتقال پیدا نمیکنی. کدام جایی که انتقال در او موجود باشه او را دار مقامت گفته نمیتونیم. دار مقامت کس داری را میگه که اقامت دائمی در اونجا است. دنیا دار اقامت نیست، قبر دار اقامت نیست، بلکه انتقال پیدا میکنی. من فضله، از احسان خود. انسان سر اعمال خود تکیه نمیکنه، در اون جمع نسبت به کی میکنی؟ با الله تبارک و تعالی. لا یمسنا، که نمیرسه بر ما فیها در جنت نصب رنج، ولا یمسنا، او نمیرسه خستگی و رنج، ولا یمسنا، نمیرسه بر ما فیها در جنت لغوب، ماندگی. ماندگی بر ما که ما مانده شویم، ذله شویم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. والذين كفروا، کسانی که کفر ورزیدن، لهم نار جهنم، برای از آتش جهنم است. لا یقضى علیهم، حکم کردن نمیشه بالایشان. فیموتو، که بمره به مرگ دائمی که باز زنده نشوه. ولا یخفف عنهم من عذابها، سبک کردن نمیشه از کفار از عذابشان، بلکه عذاب مکمل داده میشه. از همون خاطر است که وای قدر تنگ میه که آواز میده به خازن چی؟
بگه جهنم. یا مالک لیقضی علینا، ای مالک با الله خود پیش کو سواله که سر ما چی بکنه؟ فیصله مرگ دائمی بکنه که دیگه ما نجات پیدا کنیم. اون میگه کجاست؟ کذالک نجزی کل کفور، اینمی قسم ما پاداش میدیم، عوض میدیم هر کسی که ناسپاسی کرد از نعمتهای بزرگ الله. قرآن برات نآمده بود، معرفی برات نکرده بودی جهنم، آگاه تو را نکرده بود، چرا تو کارایی میکردی که اینمی جهنم سرش خریدی؟ وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وهم يسترخون فيها، اینمی دوزخیا فریاد میکشن فی آدای جهنم، ربنا میگه پروردگار اخرجنا ما را بکش، نعمل صالحا به دنیا ببر که ما عمل صالح بکنیم، غیر الذی غیر از عملی که کنا ما بودیم نعمل و انجام میدادیم او کارا را دیگر نکنیم الله. لیکنی فریادا و آرزوها بالکل بیجا و بی مورد است. اولم نعمرکم، الله برشان میگه گفته میشه برشان آیا شما را عمر نداده بودیم ما به مقدر مقدار یتذکروا که نصیحت میپذیرفت فی دو عمر، من کسی که تذکره نصیحت پذیرفت. آیا دیگه مردم که در جنت رفته قطع شما یک جای نبود؟ امو مردم هم مثل شما واری نبود؟ امی مقدار عمر شما هم تیر کردی و هم تیر کردی. خود شما وای وای و جاءکم النذیر، آمده بود براتان بیم دهنده از امی عذابا، مکمل شما را آگاه کرده بود. خود شما بودی مست بودی در خواهشات نفسانی، عیش و عشرت، نگفتی امی دنیاست، نه نماز نه روزه نه الله دیات، هیچ چیزی نبود. فذوقوا، پس بچشه، فما للظالمین من نصیر، برای کسانی که ظلم کردن سری نفس خود در دنیا، ایمان نآوردن یا ظالمین مشرکین، من نصیر، کسی امداد کننده برش نیست. سفارش مفارش هم وجود نداره. چرا به کافر و مشرک سفارش هم نمیشه؟ إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی عالم غیب السماوات، عالم است بالای آن چیزی که پنهان است در آسمان ها و الارض، در زمین است. همه چیز به الله واضح و آشکار است. کاری را عملی را که تو پټ انجام میدی یا عقیده و نیت و اراده که تو در دل داری به الله معلوم است. انه علیم بذات الصدور، یقینا الله تبارک و تعالی عالم است به صاحبان سینه، یعنی آن چیزی که در سینه های خود پنهان کرده از عقیده، نیت، اراده، کلش الله عالم است. الله برات پیش میکنه. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. هو الذي، پروردگار ذاتی است، جعلكم خلائف في الارض، نه انسان تو بسیار مستحقی بسیار زیاد عذاب هستی. چرا؟ الله بری تو کم امتیاز نداده، کم تو را مقام نداده، ارزش نداده، تو را خلیفه در روی زمین جور کرد، نافذ کننده حکم خود در روی زمین تو را جور کرده بود که حکم الله را تو نافذ کو، نظام خود بری تو داده بود که اینمی مطابق این نظام عمل بکو و موجودات دیگه در زیر خلافت تو بود. اتور استعداد برات داده بود که از همه چیز تو فایده بالا کن، از بحر، از هوا، از فضا، از زمین، از آب، از درخت، از گیاه، از حیوان، از پرنده، از تمام چیزا، چیزی که بود در اختیار تو گذاشته شده بود. تو خلیفه بودی، خلیفه در روی زمین حاکمیت الله را برقرار میکردی، ولی تو چرا غافل شدی؟ هو الذی، پروردگار ذات است، جعلکم که گردانیده شما را خلائف آباد کننده زمین یکی پی دیگره. خلائف اینجا چی مانا؟ آباد کننده زمین یکی پی دیگره. یک جماعت میره وفات میکنه، دیگر جماعت در جایش قایم مقام است، دنیا دینمی حالت پیش میره. یک مانا. دوم،
جعلکم خلایف، شما را گردانیده نافذ کننده احکام خود در روی زمین، که شما باید احکام الله را، حکومتی که الله تجویز کرده بود او را در روی زمین حاکم بگردانید، شما را مقرر کرده بود. حالی که کسی در یک عهده مقرر میشه و خصوصا کسی او را مقرر کنه، الله اکبر، چقدر خوش است از او. کرزی صاحب اگر کسی را وزیر مقرر کنه، آها، وزیر سالای احسان کرزی صاحب فراموش نمیکنه. چرا؟ میگه مرا وزیر مقرر کرد. الله میگه من شما را مقرر نکردم. در دنیا همه چیز در خدمت شما نبود، تو انسان حاکم نبودی در اوجا. خب حالی هیچ جانشین نمیگه که شما را جانشین خود در زمین مقرر کرد. جانشین به کسی گفته میشه که وظیفه امو کس پیش ببره و در جایش بشینه. الله تبارک و تعالی توری نیست. از او خاطر در بعضی تفسیرها که خلایف به معنای جانشین معنا کرده خطا شده. فمن کفر فعلی کفر، کسی که این کار میکنه، یعنی این نعمت الله که خلافت است، از این ناشکری کرد، امی خلافت الله را در روی زمین قائم نکرد، مطابق دستور الله زندگی نکرد، فعلیه کفر، بالای از این امین کارش است و تاوان نقصان همه سری خودش شد. ولا یزید الکافرین، زیاد نمیکنه کافرها را الله کفرهم، زیاد نمیکنه کافرها را کفرشان، عند ربهم، بنزد پروردگارشان، الا مقتا. شما کلی عمر در ناسپاسی تیر کرده، در این کار تیر کرده، این کار برای شما چی فایده داد؟ بنزد الله بجز از غصه و غضب الله زیاد شد، دیگه چیز نشد. ولا یزید الکافرین کفرهم، زیاد نمیکنه برای کفار کفرشان الا خسارا، مگر تاوان و نقصان خیلی زیاد. چرا؟ نعمتهای بزرگ الله را استفاده کردن، اما در مقابل ادناترین شکرگزاری را نشان ندادن، برابر حیوانات هم نکردن. حیوانی را که الله پیدا کرده به کدام وظیفه موظف کرده، امو وظیفه خود انجام میده، از اسب گرفته تا گاو، از مرکب گرفته تا بز و گوسفند، هر کدامش وظیفه خود انجام داده. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. قل بگوی پیغمبر علیه السلام، ارائیتم شرکاکم، نشان بده برما شرکاکم، همو کسایی که شما شریک میدانه با امرای الله تبارک و تعالی در تصرف، در علم غیب، در حاجت روایی، در مشکل کشایی، الذین تدعون، که شما آواز میده، من دون الله، بغیر از الله تبارک و تعالی، یا به نامش نظر میکنه یا سجده میکنه برایش، نماز برش میخوانه. ارونی بر من نشان بده ماذا خلقو، چی چیزا پیدا کرده، من الارض، از زمین، در زمین هم کدام چیزی است که یا پیدا کرده باشه، ام لهم شرکن، یا برای از یا شرکت است، حصه است، فی السماوات، در آسمان، کدام تصرف در آسمان هم داره، در آسمان هم کدام چیزا پیدا کرده که در شریک باشه، نشان بده. ام آتیناهم کتابا، وقتی که شما نشان داده نمیتونید، در تجربه و مشاهده هم یکی. اما آتینام، آیا داده این برشان کتابا، یک کتاب که اجازه بده به شریک مقرر کردن، در اونجا دلیل شریک کردن موجود باشه، فهم علی بینت منه، یا به دلیل واضح منه از همون کتاب باشه. بیار یک دلیل از کتاب که بله شرک را واسطه، این را بر ما بگوی. بل الله میگه این چنین نیست، یا این کارا را نمیتونه، بلکه ای یعد الظالمون، وعده نمیکنه ظالما، بعضهم بعضی از یا بعضا امرای بعضی دیگران، یا مشرکا، یا وعده نمیکنه بعضیشان به امرای بعضی دیگران، الا غرورا، مگر از روی فریب. برش میگه چی میگه؟ ای اولیا کی است کم زور نداره. دیگه چی میگه؟ آسان نبود بردن ما جانب دوزخ آنجا که احمد مختار نباشد. صحیح کنی؟ ایرا غرور میگه، ایرا فریب دادن میگه. تو را اینطور فکر میکنه که چی مانا؟ ما را آسان نیست در کس ببره، زوری الله هم نمیکشه نعوذ بالله که احمد مختار باشه. خب گوشیتانا بگیر، ایرا میگه غرور. تمام روز حکایاتی واهی را قصه کرده رایسته او بری تو گفته رایسته که غم نکو، این صاحبی قبر نیست، این بسیار زوردار است، این خیلی زور، تو فقط دیگه در پاری ازی پخته کو، یا در وقتی حاجتا برش آواز بده، باز دیگه غمش نکو. الله میگه کجاست؟
اشکم چکد هر نیمی شب بر صفحه قرآن من، گویا که آتش میزند هر آیش بر جان من. قرآن مگو دریاست این، دریای ناپیداست این، تا جاودان بر جاست این، هر آیش برهان من. از برکتی هر آیه بینم ز رحمت سایه، هر دم پناهم میدهد از آتش پنهان من. قرآن گرفتم سوختم لب راز حیرت دوختم، لب راز حیرت دوختم تا نشنوی افغان من. قرآن مگو دریاست این، دریای ناپیداست این، تا جاودان بر جاست این، هر آیش برهان من. از برکتی هر آیه بینم ز رحمت سایه، هر دم پناهم میدهد از آتش پنهان من. قرآن گرفتم سوختم لب راز حیرت دوختم، لب راز حیرت دوختم تا نشنوی افغان من.